مرسی آقای رونالدو بابت این همه سالی که از بودنت لذت بردی. مرسی از این همه صحنه جذاب و دیدنی که در جام‌های جهانی برای ما خلق کردی. بزرگترین اسطوره‌مونه، ما عاشقشیم، ما به خاطر اون پرتغال رو دنبال می‌کردیم. ما تا ابد عاشق تو هستیم، تا ابد هم از پرتغال متنفر خواهیم بود. یعنی از این حرومزاده هایی که من امشب دیدم، از مربیشون بگیر که استفاده مرد که بی پدر مادر، تا تک تک اون بازیکنایی که تو اون تیمن بجز کریستیانو رونالدو. یه سانتر نمیتونید برای این بکنید، یه سانتر حتی احترام بهش بعد بازی نذاشتید. خودش تنهایی رفته تو رختکن، تا یامال اومده بغلش کرده. بازیکن پرتغال عین خیالشون نیست. تموم نشه. وای خدا، وای خدا، اینجوری ما رو امتحان نکن آخه.